پسر روزی 12 ساعت داره اسنپ کار میکنه، 2 بار کامل ورشکسته شده بوده، تو اوج اون بدبیاریش 2 تا خانواده رو داره نون میده. اون وقت یه دختری که نزدیکترین ارتباطش با کار کردن مرتب کردن کش و لباساش بوده اومده بهش میگه پسری که اسنپ کار میکنه کنسله. دختر خوب، کنسل مغز توئه که نمیتونه بفهمه. کسی که داره واسه آیندهش میجنگه بالاخره یه روزی موفق میشه، کسب و کار آنلاین شکست بخوره، لیکوید بشه، مغازه فیزیکیشو از دست بده. انقدری مردونگی داره که دوباره از صفر دست به کار بشه، ولی این دفعه قوی‌تر داره میره سمت خواسته‌اش. توی مسیر ترید 4-5 ساله‌ای که تا الان داشتم، خیلی شغالا کنار جاده داشتن زوزه می‌کشیدن، ولی اطمینان داشتم به مسیرم، تا تهش اومدم. الانم قرار نیست بذارم تو تنهایی مسیر رو بری. مسیر رو برات هموار کردم، تجربه 4-5 ساله تریدمو به صورت رایگان در اختیارت گذاشتم که تو هم بتونی وارد جاده هدفات بشی. کلمه ترید و پایین برام بفرستی، توی دایرکت برات ارسال میشه. فالوم هم نکردی، فقط شروع کن. خواهرانه کنارت.